28 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 13:20 راننده автомашین تمغه تویوتا قابلوف عبدوغنی سال تولدش 1995 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت کوچه رودکی به سمت کوچه سامانی در روبروی ایستگاه باغ حیوانات شهر دوشنبه قاعده های حرکت راه را رعایت نکرده پیاده‌گرد نابالغ نظیروف محمد سال تولدش 2006 ساکن شهر کولاب را پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد نابالغ نظیروف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 28 میلیون سال 2023 تقریبا ساعت 11:30 راننده автомашین تمغه تویوتا حکیموف اکمل سال تولدش 1990 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر کولاب در حدود جماعت دیهات سیبستان نوی دنغره به خطری حرکت راه را رعایت نکرده پیاده‌گرد خرسال کریم و مونیسا سال تولدش 2013 ساکن نوی مذکور را پخش نموده است. در نتیجه خرسال کریم و جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 28 میلیون سال 2023 تخمینا ساعت 12:00 راننده автомашین تمغه مرسدس بنز میرزا رحیموف دلاور سال تولدش 1994 ساکن نوی رودکی هنگام حرکت از سمت شهر ترسونزاده به سمت شهر دوشنبه در حدود جماعت دیهات سامان شهر ایسار از روده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد خرسال یوسفوف مسلیدین سال تولدش 2016 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه خرسال یوسفوف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد.